روزی گرگا به گوسفندها نامه‌ای نوشتن و گفتن این دشمنی بین ما فقط تقصیر سگه. اون واق واق میکنه و نمیذاره نزدیکتون بشیم. ولی واقعیت اینه که ما فقط میخوایم باهاتون دوست باشیم. گوسفندا هم از سر سادگی گول حرفاشونو خوردن. کم کم سگ نگهبان و جور دیگه‌ای دیدن. نه به عنوان محافظ، بلکه به عنوان کسی که آزادیشونو گرفته. اونا رفتن پیش سگ و گفتن این همه سالی که از ما محافظت میکردی اسمش محافظت نبوده. تو فقط داشتی کنترلمون میکردی. گوسفندای ساده سگ و ول کردن و فکر کردن تنها بودن براشون بهتره. همون شب گرگای مهمونی حسابی گرفتن و بهترین شام عمرشونو خوردن. چند بار شده که ما پدر و مادرمونو زیادی کنترل کننده دیدیم. سرزنششون کردیم که چرا اینقدر نگران و محافظه کارن. واقعیت اینه که اونا فقط داشتن از ما در برابر گرگا محافظت میکردن. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.